برای شیطان ساده نیست که انسان را فریب دهد، مگر اینکه از اسباب و شیوه‌های کار گیرد که شیطانی بودن آن به سادگی قابل درک نباشد. به همین لحاظ می تواند انسان را به راحتی فریب دهد. پس این اسباب و راهکارها کدام ها اند؟ اول، زیبا جلوه دادن باطل. این پرکاربردترین طریقه است که شیطان برای اغفال بشر به کار میبرد. شیطان همواره میکوشد تا باطل را چون حق نشان دهد. گذاشتن اسمهای زیبا روی اعمال حرام. او حرام را در چشمانتان آنقدر زیبا میسازد تا اینکه شما را مرتکب آن عمل ناپسند سازد. چنانچه خودش میگوید: قال رب بما اغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم اجمعین. ابلیس از همین وسیله برای فریب دادن آدم علیه السلام استفاده نمود. خوردن از درختی که برای او و حوا منع شده بود. ابلیس این عمل را برایشان بسیار زیبا ساخت و با آنها گفت: اگر از این درخت بخورید تا ابد در بهشت خواهید ماند، و یا این که تبدیل به ملائک می شوید. او این عمل را آنقدر زیبا جلوه داد تا اینکه از او اطاعت کردند و بر اثر این فریب به زمین فرستاده شدند. الله متعال در جای دیگر نیز می فرماید: تالله لقد ارسلنا الى امم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. دوم، تأخیر انداختن در انجام اعمال نیک. وسیله دیگری که شیطان آن را به کار میبرد این است که سبب تأخیر در انجام کارهای خوب می شود. و شما می گوید هنوز وقت دارید، هنوز برای نماز وقت است، بعداً بخوان. در شما تنبلی ایجاد می کند تا اینکه وقت نماز بگذرد. از جوانان زیاد شنیده ایم که می گوید برای عبادت وقت زیاد داریم، فعلا وقت لذت بردن از زندگی است. زمانی که پیر شدیم توبه می کنیم و نماز خواهیم خواند. واقعاً اگر در جوانی مرگ به سراغت آمد چی؟ در عبادتتان تأخیر ایجاد نکنید. اگر می خواهید فردا عبادت کنید همین امروز کنید، و اگر امروز چرا بعداً؟ همین حالا اقدام کنید. نگذارید شیطان وقتتان را دزدی نماید. سوم، وعده نمودن به تحقق آرزوها و لذت‌های دنیوی. شیطان دوست دارد تا آرزوها و نکات ضعف مردم را بداند و به آنها وعده‌هایی می‌دهد. برایشان چراغ‌های سبز را نشان می‌دهد که سبب گمراهی آنان می‌شود. الله متعال می‌فرماید: یعدهم و یمنیهم و ما یعدهم الشیطان الا غرورا. شیطان شما را با تمایلات گوناگون مصروف می‌سازد، تمایلاتی که در حقیقت هیچ سودی به شما ندارد. او شما را مصروف جمع‌آوری پول، کسب شهرت و برآورده ساختن لذت‌های زودگذر می‌سازد و سرانجام خواهید دانست که زمانتان به سر رسیده و هیچ چیزی ندارید. لحظه‌ای در مورد سرمایه‌دارترین ها فکر کنید. آیا سرمایه آنها کمک می‌تواند تا یک دقیقه به عمر خود بیفزایند وقتی که مرگ سراغشان می‌آید؟ چرا؟ چون در حقیقت سرمایه آنها سراب بیش نیست که سودی به آنها نمی‌رساند مگر اینکه آن را در راه الله صرف نمایند. چهارم، اظهار خیرخواهی. شیطان مردم را گمراه می سازد و برایشان اظهار خیرخواهی می کند و می گوید که خوبی هایشان را می خواهد، چنانچه در داستان آدم علیه السلام ذکر گردیده: و قاسمهما اینی لکما لمن الناصحین. همراه مردم دیگر همچنین می کند، طوری که شیاطین آنها را به انواع گوناگون فریب می‌دهند و ادعای خیرخواهی می کنند. پنجم، گمراه سازی تدریجی. راهکار دیگر شیطان این است که او مردم را قدم به قدم گمراه می سازد. او نمی تواند به یک بارگی انسان را مرتکب انجام گناهان کبیره سازد. قدم‌های اولیه برای گناهان کبیره گناهان صغیره اند.
ششم، ایجاد شک و تردید. این وسیله است که شیطان با واسطه آن شک را در قلب مردم ایجاد می کند و عقیدهشان را در تزلزل می اندازد. روایت شده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود شیطان نزد شما می آید و می پرسد این را کی خلق نموده؟ آن را کی خلق نموده؟ تا زمانی که می پرسد الله را کی خلق کرده است. رسول الله صلی الله علیه و سلم به ما دستور داده که در چنین حالتی از شر شیطان به الله پناه ببریم. اینجا منظور از شر شیطان شک داشتن است. اگرچه این سوال پاسخ دارد که ما در ویدیوهای قبلی به آن پرداختیم، اما حتی اگر به کدام پرسش پاسخ هم نیافتیم، نباید عقیده خود را ضعیف بسازیم و بگذاریم که شیطان ما را هدف قرار دهد. هفتم خمر، هشتم میسر، نهم انصاب و دهم اسلام. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. خمر، شراب و انواع دیگر مواد نشه‌آور و مخدر. میسر، همه انواع قمار. انصاب، هر آنچه به جای الله مورد پرستش قرار گیرد. و ازلام، لوازمی که برای فالبینی و غیبگویی استفاده می شوند. 11 جادو. هر کسی که به جادوگران گوش می دهد، هر کسی که به سوی جادوگران می رود، هر کسی که به جادوگران باور داشته باشد به الله متعال کافر شده است. چرا؟ چون یکی از اعمالی که قدرت الله متعال را زیر سوال می برد جادو است. با جادوگران زمانی که می بینید چگونه کار می کنند، از خود می پرسید آیا این شخص بسیار قدرتمند نیست؟ آیا بسیار مقدس نیستند؟ شما شروع به فراموش کردن الله متعال می کنید. چیزی که در حقیقت رخ می دهد این است که تمام توجهتان به قدرت آن فرد جلب می شود. آن مردم بیگناه شامل گناه می شوند توسط فردی که ادعا دارد از غیب آگاه است. می دانید چگونه کار می کنند؟ بعضا با جن ارتباط برقرار می کنند که این کار در حقیقت حرام است. در سوره جن الله متعال در این مورد سخن می گوید که مردمی از انسانها هستند که از جنیان کمک می طلبند و آن جنیان هم آنان را بیشتر و بیشتر گمراه می سازد. این یک آیه قرآنی است. سوره جن را باز کنید و بخوانید. بنابراین مرد ماشاءالله با ریش دراز و دستار گلابی درازتر از همیشه می گوید که بگو سبحان الله. شما می گوید سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله. می گوید الحمدلله بگو. شما می گوید الحمدلله، الحمدلله. حالا بگذار برایت بگویم که مشکلت چیست. باید این برگ ها و این لیموها را همراه با این پارچه ها بگیری و چنین و چنان کنی و باید همه را با هم انجام دهی و سپس خوب خواهی شد. و شما میگوید شکرا، جزاک الله خیرا، این مرد مرا خوب ساخت و پول هم نگرفت. در حقیقت کاری که او کرد این بود که ایمانتان را گرفت. بالای الله متعال میخندند و پیامبرش را تمسخر میکنند. میگویند ها تو گفتی که برایت سجده کنند، ولی ما وعده کردیم که گمراهشان میکنیم. ببین آنها آماده اند که لیموها را قطع کنند و گلبرگها را بگذارند، کارهای بکنند که هیچ مفهوم ندارد. برای تو نه، بلکه برای ما. میدانید آنها فقط ایمانتان را از شما گرفتند. آنها شما را وادار به عبادت شیطان کردند بدون این که بدانید. هنوز هم میگویید الله اکبر. 12 موسیقی. If you go to the Sunnah, اگر به سنت مراجعه کنید، معتبرترین کتاب برای مسلمانان از هر مسلمانی که سنت را برپا می کند بپرسید، می گوید صحیح البخاری. معتبرترین کتاب در روی زمین بعد از قرآن صحیح البخاری است. در صحیح البخاری رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید مردمی از امتم خواهند آمد که حرام را حلال می دانند. آنها زنا،
ابریشم استفاده مخدرات یعنی خمر و حالات موسیقی را حلال می دانند. رسول الله صلی الله علیه و سلم 4 چیز را گفت که مردم خواهند آمد که آنها را حلال می داند. بنان رسول الله صلی الله علیه و سلم کسی است که موسیقی را حرام می داند. این حقیقت است. بعضا از علما موسیقی را قرآن شیطان می نامند و موسیقی داخل قلب می شود و قلب را تسخیر می کند و در قلب جای بر راه قرآن الله باقی نمی ماند. این حقیقت است. موسیقی قرآن را از قلب ها بیرون می کند. بنان وقت رسول الله ما را از آن هشدار می دهد حتما خطرناک است. خطرناک برای روحمان. About it, he warned us about something which was dangerous. Dangerous for our souls.